پیرمردی صاحب مال و منال میگذشت از عمر او 80 سال. با خودش گفتا که پیر و خستم، شادم از عهدی که با خود بستم. تا نمردم هر چه دارم وانهم، سهم فرزندان همین حالا دهم. بچه ها را مطلع از این کار کرد، پافشاری کرده و اصرار کرد. سهم دخترها فلان از مال شد، از پسرها باقی اموال شد. پیرمرد فارغ شد از مال و منال، پاک و طاهر شد ز دارایی و مال. روزها بگذشت روزی پیرمرد، دید رفتار عروسش گشت سرد. با تعرض نیش میزد بر پسر، بودن بابای تو هست دردسر. پیرمرد افسرده و غمگین شد، سینه‌اش چون کوه غم سنگین شد. لب فرو بست و برون شد از سرا، تا نبیند آنچه دیده است بینوا. رفت و در زد خانه دیگر پسر، در گشودند تعارفات مختصر. با کسی حرفی ز دل سردی نزد، حرفی از مردی و نامردی نزد. تا که دیگ معرفت آمد به جوش، آنچه باید نشنود آمد به گوش. جمله اولاد ذکورش بی صفت، جمله زنواره و بی معرفت. دختران زین ماجراها بی خبر، شاد و خرسند بودن از کار پدر. کورسوی در دل آن پیر بود، چون که امیدش به آن تدبیر بود. رهسپای خانه داماد شد، گفت دامادش دل ما شاد شد. اشک خوشحالی به چشم دخترش، ما تو حیران بود نمیشد باورش. دید دامادش بر او هست بی نظر، ماندنش آنجا دگر هست دردسر. او همی گوید که بابایت چرا، لنگرش را پیچ کرده نزد ما. ما که تنها وارث او نیستیم، با حقوق مختصر کو نیستیم. خانه شد دوار بر گرد سرش، چون که تا این حد نمیشد باورش. این چنین اندیشش بیدار شد، موسم پیری رسید و خار شد. عاقبت تدبیر خود را کار بست، نقش یک گنجینه در افکار بست. رفت در بازار صندوقی خرید، آشنایی در دهش آمد پدید. گفت چه داری اندر این گنجینت، این چنین چسبانده‌ای بس سینت. گفت گر گوشت ز رازم کرد و بعد، صندوق مملو ز سیم و زر بود. راز او افشا شد در سطح شهر، بچه ها پیدا شدند آسیمه سر. ای به قربان تو ای بابای من، تو کجایی ای گل زیبای من. خانه ما بی تو تاریک است و سرد، تو چراغ خانه ای شیرمرد. الغرض با التماس و احترام، شد پذیرایی دگر هر صبح و شام. لیکن از گنجینش غافل نبود، هر کجا می رفت حملش می نمود. جنگ و دعوایی سرش کردن به پا، خانه بی بابا نباشد با صفا. فکر و ذکر بچه ها گنجینه بود، گنج واهی بود، درد سینه بود. عاقبت غالب تویی کرد پیرمرد، رفت و شد آسوده از رفتار سرد. باز کردن بچه ها گنجینه را، صندوق مملو ز درد سینه را. شد نمایان استخوان دست خر، شد نمایان استخوان دست خر، نامه رویش به جای سیم و زر. نامه را خواندن چنین بنوشته بود، قصه عمری به آخر رشته بود. دست خر بر آن فلان هر کسی، تا نمرده است مال بخشد بر کسی. زنده بر مال و منالت باش پیر، تا نگردی همچو من خوار و اسیر.